مایه اساسی نگرانی Human Rights Watch در سال 2015 در تاجیکستان چی بوده است؟ Здравствуйте. В этом году, как вы отметили, ما دیدیم که سال 2015 هم به استثنای مسئله مبارزه با خشونت خانوادگی همه ساحه‌های مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان ضربه جدی دید. ما دیدیم که حکومت اقدام‌های عملی را برای مبارزه با این پدیده روی دست گرفت. در مجموع وضع خیلی بد شد. حزب پیشصف مخالفین ممنوع و تروریستی اعلان شد. صدها فعال حزب بازداشت شده یا کشور را ترک کردند. اینچنین ما حادثه‌های استرداد مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان را از خارجه، روسیه و ترکیه شاهد شدیم. حادثه‌های خیلی جدی پایمالشوی حقوق انسان از جمله آدمربایی را به قید گرفتیم. شرایط قتل عمرعلی قواتوف مورد نگرانی جدی بود. یک تمایل خیلی برجسته این شد که چند حقوقشناس بازداشت و پشت پنجره انداخته شدند. شمار زندانیان سیاسی زیاد شد و حتی یک ژورنالیست امینجان گلمرادزاده هم پشت پنجره رفت. اگر هنوز چند سال پیش شمار زندانی‌های سیاسی در محبس‌های تاجیکستان چند نفر بود، بعد 2 سال ما می‌بینیم که شمار آنها خیلی زیاد شده است. Спустя 2 года мы видим, что там очень много сейчас людей. پیامدهای این جریان‌ها برای آینده کشور چی بوده می‌تواند؟ Вы знаете, когда голоса гражданского общества وقتی صدای جامعه شهروندی خاموش کرده می شود، وقتی شهروندان می بینند که برای کوشش شرکت در جریان‌های سیاسی به زندان می روند، وقتی مخالفانی که در این همه جریان‌های سیاسی به طور صلح‌آمیز اشتراک می کردند به زندان انداخته شدند، این همه یک علامت می دهد که دموکراسی می رود و جایش را اتوریتاریسم می گیرد و وضع کلاً بی ثبات می شود. اگر حکومت خواهد که وضع را نظارت کرده ثبات را فراهم آورد، پس هر کاری که می کند نتیجه برعکس می دهد. احتمالاً در کشور بی ثباتی جدی به میان آید. کاری که در نسبت حزب نهضت اسلامی و فعالان سیاسی در رابطه با بستن آزادی‌ها همچنین اینترنت کرده شد، تمام نظام سازشنامه صلح را که سال 1997 بسته شده بود به هم می‌زند. ما می‌دانیم که مردم تاجیک در سالهای جنگ شهروندی چه دهشت‌هایی را دیده است. هیچ کس نمی‌خواهد که این حادثه‌ها تکرار شود. خودی پرزیدنت درباره اهمیت صلح و آسایش صحبت می‌کند، ولی واقعیت این است که وقتی حقوق انسان پایمال می‌گردد، دوران نوی بی‌ثباتی شروع می‌شود. هیچ کس گفته نمی‌تواند که عاقبت آن چی می‌شود. برای تاجیکستان یک دوره پردهشت شروع شد. از حالا اقدام جدی اندیشیدن لازم است. زندانی‌های سیاسی را آزاد، شرایط فعالیت‌های دموکراتی را فراهم آوردن و آزادی‌ها و حقوق بنیادی انسان را که در سرقانون برای هر یک شهروند ضمانت داده شده است، از نو دستگیری کردن لازم است. در تاجیکستان بسیار ژورنالیستان از سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی آزرده هستند که گویا از این کشور کناره‌گیری کردند. آنها میگویند در بسیار حالت‌ها وقتی جامعه شهروندی انتظار صدای پشتیبانی آنها بود، این صدا بلند نشد. از سوی دیگر میگن که واقعیت این سالها ثابت کرد که انتقاد و دعوت‌های دیپلماتی جامعه جهانی بیشتر خصوصیت دکلاراتیوی کسب کرده است و در عمل وضع را تغییر نمی‌دهد. شما چی میگویید؟ Что вы на это ответите? Да, но это, конечно, критика уместная. بله، این تنقید درست است. تنقید و هم واکنش برای عملهای معین حکومت باید صدا دهد. در سازمان هیومن رایتس واچ چنین فکر می‌کنند که شاید در سال 2015 هم سیاستمداران و دیپلمات‌هایی که از وضعیت تاجیکستان مشاهده می‌کنند برای تا این اندازه بد شدن وضع حقوق انسان آماده نبودند. هیچ کس پیشگویی کرده نمی‌توانست که یک حزب پیشوای مخالفین شرکت‌دار انتخابات آخر بسته می‌شود. هیچ کس تصور نمی‌کرد که رهبر گروه 24 عمرعلی قواتوف در استانبول کشته می‌شود. به گوشه خیال کسی ناآمده بود که یک سازمان با نفوذ و معتبر ناتبین بسته خواهد شد. احساس ما این است که دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های مدافع حقوق انسان تازه با آموزش وضع شروع کردند و شاید تا آخر عمق این بحران در تاجیکستان را هنوز درک نمی‌کنند. البته ما از آنها دعوت میکنیم که پیش از همه وضع را آموخته بعداً بدون تأخیر اقدام کنند، کار عملی انجام دهند. سال 2014 ما یک حادثه عجیب دیگری را شاهد شدیم. وقتی اسپیرانت الکساندر صادقov را بیگناه 4 ماه در بازداشت نگه داشتند.
آن زمان فشارهای بین المللی کار داد و او آزاد شد، چون که جهانیان به این قضیه توجه کردند. باید وضع را خوب آموخته بهای این همه جریانها را به افراد معین در تاجیکستان فهماند. برایشان گفتن لازم است که این همه می تواند باعث ایجاد مشکل ویزا، حسابهای بانکی و دیگر مسئله ها شود. Банковскими счетами будут серьезные последствия на международной арене.